بچه ها یه ویدیو خفن براتون ترجمه کردم، با هم ببینیم. تا جایی که میتونین گوشتون رو بگیرین، کاری که فکر میکنین درسته رو بکنین. این دیگران اولا نمیدونی چقدر متخصصه در اون حوزه‌ای که تو داری تصمیم میگیری، نمیدونی چقدر صداقت داره در نظر دادن اون تصمیمی که تو داری میگیری، و واقعیتش اینه که اون اصلا جای تو نیست که بتونه نظر بده. تو داری زندگی تو میکنی، تو تصمیم گیری مال توه، مال عمر توه، اصلا بگو اشتباه مال توه. اصلا مگه میشه کسی اشتباه نکنه و رشد بکنه؟ اصلا مگه میشه هم چیزی؟ اصلا خطا نکردن محاله و بدون خطا کردن رشد کردن هم محاله، امکان نداره. عمرمونه یک بار به دنیا میایم، میخوایم زندگی کنیم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم رشد بکنیم، میخوایم حال بکنیم. لطفاً دیگران برای خودشون تصمیم بگیریم بریم جلو تو زندگیمون. فانلیشیای عزیز، تا این لحظه لذت بردین؟ من توی اسلاید بعدی ویدیو رو خیلی سلو کردم که بتونم توضیحات مربوطه هر جمله رو به زبان انگلیسی و ترجمهش براتون بگم. با من همراه باشین. اوکی گایز، اینجا فیلم استارت میخوره، میگه تا جایی که میتونین گوشتون رو بگیرید. گوشتون رو بگیرید، close your ears، تا جایی که میتونید as much as you can and do، و انجام بدید. میگه کاری که فکر میکنی درسته رو. What you think is right and do what you think is right. These others، این دیگران، these میشه اینها، others دیگران، این دیگران، these others. میگه اولا نمیدونی، firstly اولا you don't know، نمیدونی چقدر متخصص، حالا میشه how much expertise تو اون حوزه‌ای که تو داری تصمیم میگیری they have in that field، اون حوزه‌ای که you are making a decision، اون حوزه‌ای که تو داری تصمیم میگیری about، در موردش. نمیدونی چقدر صداقت داره، you don't know، نمیدونی how much honesty، چقدر صداقت they have، اونا دارن، نمیدونی in giving that opinion for، برای دادن نظری برای the decision you are making، اون نظری که برای که تو تصمیمی که داری میگیری نمیدونی چقدر honestن. and the truth is، و حقیقت اینه که they are not، اونا نیستن in your place، خب اونا توی جایگاه تو نیستن که بتونن to give، که بدن an opinion، نظری بخوام بدن، تو جایگاه تو نیستن بتونن نظری بدن در مورد زندگی تو. you are living your life، تو داری زندگی خودتو میکنی. the decision making is yours، تصمیم گیری هم مال توه. it's for your life، برای زندگی توه، اصلا مال عمر توه، مال زندگی توه. and if it is a mistake، و اگرم اشتباهه، اصلا فکر کن که تصمیم گرفتی اشتباهه، okay again it's yours، باز هم برای توه. is it even possible، حتی ممکنه for someone not to make، برای کسی که هیچ گونه اشتباهی نکنه. a mistake، میگه مگه میشه که کسی اشتباه نکنه؟ تو هر تصمیم بگیری ممکنه تصمیمت اشتباه باشه. and grow، مگه میشه تو تصمیم بگیری اشتباه هم نکنی و رشد کنی؟ اصلا نداریم هم چیزی. not making mistakes، میگه اشتباه نکردن at all is impossible، اصلا کلا غیر ممکنه، مگه میشه تو اشتباه نکنی؟ اصلا خطا نکردن محاله. حالا and growing without making، و رشد بدون در نظر گرفتن حالا mistake or making mistake، خطا کردن is impossible، رشد ما بدون خطا کردن اصلا نداریم. تو میشه همچنین، و بدون خطا کردن رشد کردن هم محاله که خدمتون توضیح دادم. حالا میگه که ما اومدیم به این دنیا، ببین we come to this world once، یه بار ما به این دنیا اومدیم، تموم شد. we come to this world once and want to live، و میخوایم که زندگی کنیم. want to
live میخوایم که زندگی کنیم. خب حالا we want to learn میخوایم که یاد بگیریم. we want to learn میخوایم که یاد بگیریم. we want to grow میخوایم که رشد کنیم. میخوایم که رشد بکنیم. we want to grow. we want to have fun میخوایم حال بکنیم. میخوایم fun داشته باشیم. we want ما میخوایم to have که داشته باشیم fun حال داشته باشیم. حال کنیم. please let others لطفاً اجازه بده دیگران برای خودشون تصمیم میگن. decide for themselves لطفاً اجازه بده دیگران برای خودشون تصمیم بگیرن. و حالا تو باید چیکار کنی؟ move forward in your و حرکت بکنی رو به جلو نسبت به تصمیمایی که میگه نسبت به زندگیت. and move forward in your حالا in our lives. حالا شما تو کامنت ها بگین با این ویدیو موافق بودین؟ من که خیلی موافقم.